بعضی‌ها در جنازه یگان رفیقشان یا یگان شخص نزدیکشان آنچنان گریه میکنند که در حیرت میمانی. نمیدانی این گریه از روی مهربانی است یا از روی خودنمایی. اگر از روی مهربانی باشد فکر میکنم همین مهربانی را نصفش در زنده بودن من به مطمئن ما به این زودی نمیمیریم. از این رو شاعر میگوید که دشمن که دوست میکند خود را به قصد من، باشد همیشه در پی روز شکست من. برداشتن ز تابوت چوبین من چی سود حالا که زنده ام، بگیر ای دوست دست من.